چون همه روز آن روز هم یک روزی مقرری بود. قلب روزگار چون همیشگی یکسان می تپید. همه شاد و خوشنود و همه چیز خوب به نظر می رسید. ولی وقتی که به منظره های حیات دقیقا نظر می افکنی، می بینی که نه همه چیز در حیات خوب است و نه همه کس خوشبخت. اگر بی‌واسطه به زندگی و روزگار طفلکان نظر افکنیم، احساس می گردد که دارایی آنها نه در بایگری و ثروت و سولت پدر و مادر است، بلکه در هستی و مهر و محبت آنهاست. پدر و مادر است که طفلکان در آغوش مهربار و مهرپرور آنها به کمال می رسند و هوای و هوس کودکی خود را می بینند. آغوش پدر و مادر برایشان مثل بهار است که همه تراوت و زیبایی و نفاست و نزاکت حیات طفلی خود را در آن پشت سر میکنند. والدان چراغ روشن، بال و پر و بخت و اقبال فرزندانند. اما حیات گردشاه و شیب و فراسای زیاد و صفحه های ناروشن و نانوشته دارد که نوابسته به میل و خواهش پیش روی کس می آید. گروه ایجادی ما با مقصد آشنایی با شرایط تعلیم و تربیه و بودوباش خوانندگان مؤسسه دولتی مکتب اینترنتی کودکان یتیم و بیپرستار به ناحیه وخش سفر نمود. هنگامی که وارد مؤسسه گردیدیم، چشممان به 4 نفر کودک افتاد که پهلوی هم صحبت کنان از خوابگاه مؤسسه بیرون میشونند. حس کنجکاویمان بالا گرفت و به نزد آنها رفتیم. از حال و احوالشان پرسان شدیم. ما با این طفلکان در خوابگاه هنگام مطالعه کتاب و درس یارکنی واخوردیم و از الهام میپرسیم که الهام جان، شما با این دخترکان چی مناسبت دارید؟ یا مناسبت خویشتواری دارید؟ این خواهرای من است، از یک پدر مادرم. شما همه از یک پدر مادر؟ بله. شما سنی چند میخونی؟ سنی 5 میخونم. چند ساله هستی؟ 12 ساله هستم. شما تو چند ساله بوده که پدر مادرت از دنیا گذشت؟ من 7 ساله بودم پدرم از دنیا گذشت. 10 سالگیمده مادرم از دنیا گذشت. خب بعد گذشتن پدر و مادر شما در تربیه کی بونده؟ تربیه خالم داده. چند قدر خالتون شما رو نگاه میکرد؟ 2 ماه 3 ماه رو میکرد. از عهده‌اش برآمدنش و به مکتب آورد. بخونم بخجان یگان چی شوم گفته. دکتر شوم، دوزنده شوم گفته. هم کسب آموزان ها؟ دانشگاه بود و بعد دکتری با معلمگی معلم شوم گفت با ما را به اینجا آورد و خانه گفته. مادر تا دوست می داشتی؟ بله. مادرت به شما چی هنر یاد میداد؟ چی کار یاد میداد؟ ما میشتیم به خانه درس میخوندیم. مادرم به پیش ما میومد با ما درس یاد میداد و بخونیم گفته. فرزندانم گفته کتاب میخوندیم و ما درس تیار میکردیم. مادرم با ما خوراک تیار میکرد و برای فرزندانم گفته میشتیم همگی از جای خوراک میخوردیم. پدر مادر تا یاد میکنی؟ بله. زیق میشه برای پدر مادر؟ بله زیق میشه. مادر چقدر شیرین است برای فرزند؟ بله به همه مادر شیرین است. در اینجا شرایطتون چگونه است؟ خیلی خوب. شرایطمون خیلی خوبه. یک وقت 4 وقت میخوریم. خوراک های گرم، نان های گرم، چای های گرم.
خیلی خوب است. معلم ها چه مناسبت دارن شما؟ ما حس میکنیم که معلم ها رنگی مادرای خودمان است. مربی ها؟ بله، ما میریم و معلم ها میگوییم که اینجا مادر میکند و یکی در نمیکند با بهونه مادرگری میرفتیم. مادر گفته بچهش میدارم. یعنی که وقتی که یادی مادر میکردید پیش معلم ها میرفتید یا پیش مربی میرفتید؟ شیرین های مادر کند. کودک هست که میاد معلم من سرم درد میکند دارو را میتی لیک نمیخوره میره او برای دارو برای یک مهربانی کردن میاد نزد معلم. از مهربانی دور است، برای همو محتاج است در مهربانی معلمانی همین مؤسسه. میندار هستم که برای این مؤسسه اینترنت آمدم. ما حس نمیکنیم که به پدر ما پرزیدنت است. آنها 4 نفر از یک عائله‌اند و با امر تقدیر از پدر و مادر بی‌نصیب ماندند. هم پدر و هم مادرشان در نتیجه بیماری پی هم از دنیا درگذشتند. معلوم گردید که تربیت آنها را دیگر هیچ کس به ذمه نگرفته است و آنها را به این مؤسسه آوردند. الهام، سمیه، نرگیزه و سیرم دانایف ها. سیرم که از همه خردسال است درد بیمادری و فراق و جدایی از مادر را با چند مصرع شعری افاده نمود. مادرم ای مادری جانه، من باشم تو را نگهبانه، خاکی پایت نوری چشمانه، من باشم تو را نگهبانه. گل چیدم و گل چیدم زدم چادره، سنگاره به سر زدم گفتم مادره، نه ینگ وفا داره نه مایندره، مرا بکشه در پیش پای مادره، مرا بکشه در پیش پای مادره. مردم ها میگه خاله بجای مادره، فردم نکنن سوزش مادر دیگره، فردم نکنن سوزش مادر دیگره. من در عائله دختر کلونی بودم. مادرم میگفت دخترم بیا، میگفت ما منتوم سموسه میپختیم و خوراکواری میپختیم. مادرم به من یاد میداد و آذوق چک و خیلی چیزهای نغز میپختیم. دخترم تو اینها را بکن و یاد میگیری، وقتی که کلام شدی اینها به یادت میاد و یاد میگیری و یگان جا رفتی اینها کارا را اجرا کن میگفته. بله، یتیمی، دوری از پدر و مادر بار گران و درد بی‌درمان است. در حیات زیادند چنین طفلکانی که خنده صمیمی‌اشان را، محیط سالم عائلوی‌اشان را، نشاط و شادی طفلی‌اشان را با حکم سرنوشت از دست دادند. از پدر و مادر جدا و یکی و تنهایند. بهترین گنجینه حیاتشان را از دست دادند و در کوچه‌های سرپیچیده یتیمی و بیکسی افتادند. پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش برافشان و خارش فکن. باعث خوشنودی است که با شرافت صاحب استقلالی مملکت و اقدام‌های نیک و انسان پرورانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این قشر جامعه زیر سرپرستی و توجه مخصوص قرار گرفتند. در هر یک واخوری و دیداربینیشان با یتیمان و بیپرستاران، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته تاکید میکنند که شما بی صاحب نیستید، شما بی پدر و مادر نیستید. پدر و مادر شما برابر دولت و حکومت. این سخنان تقدیرساز پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دل هزاران هزار یتیمان و بیپرستاران شعله امید را برافروخت. ناامیدی آنها را از گردش ایام دیگر کرد و شام آنها را به صبح امید مبدل گرداند. راهشان را
به فردای نیک و با سعادت باز نمود. کی گفت که ما پدر نداریم؟ کی گفت که ما سپر نداریم؟ داریم پدر که پیشوا است، در هر قدمش به فکر ما است. ما یتیمان وطن خویشتن را نشماریم یتیم، بی پدر بی مادر. سروری میهن ما خود پدری ماست، دست شفقت به سری ماست، دست همت به سری ماست. مهر نیکش به جهان بال و پری ماست. ما یتیمان وطن خویشتن را نشماریم یتیم، بی پدر بی مادر. سروری میهن ما خود پدری ماست، پدری با خبری ماست، پدری رحمدل و خوش نظری ماست. سروری کشوری ما پدری ملتی خوشبختی زمان است، پدری جمله تاجیکان است. برای تربیت و به دانش فرا گرفتن این قشر آسیب پذیر جامعه از جانب دولت و حکومت مملکت مؤسسه‌های مخصوص تعلیمی بنیاد گردیدند که در آنها همه شرایط فراهم آورده شده است. یتیمان و بی‌پدرستاران در آغوش پرمهر دبستان خود را هرگز یکی و تنها و یتیم و بی‌پدرستار حس نمی‌کنند. در مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بی‌پدرستار تمام شرایط خوب تعلیم و تربیت فراهم آورده شده است. مؤسسه اینترنت ناحیه بخش به نام میرزا ستارов 15 دکبر سال 2023 از طرف پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان گشوده به استفاده داده شدند. این زمان در مؤسسه نامبرده 302 نفر تربیت گیرنده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. از اینها 113 نفر را دخترها تشکیل میدهند. مؤسسه نامبرده 15 صنفخانه عبارت بوده: آشخانه، بنگاه طبی و مهمانخانه، جای خوابگاه عبارت است. شماره که در بالا ما قید کردیم 302 نفر، از اینها 189 نفر با معلوماتنامه خط وفات پدر و 27 نفر با خط وفات بیمادری و 6 نفر یتیم کل و باقی مانده وضع اویله‌های ناسالم داشته، یعنی وضع کمبیزوات، گرفتاری بیماری‌های گوناگون در مؤسسه قرار دارند. امروز همه شرایط‌ها در سطح عالی است: جای خواب، خوراک گرم، جای‌های تمرین بچگانه، تکنولوژی اطلاعاتی، تکنولوژی پسرانه، محفل‌های همه طرفه در مؤسسه فعالیت دارند. این زمان با همه خوانندگان، مربیان، آموزگاران همه شرایط فراهم است. گرچنده برای این نورسان تمام شرایط مهیا گردانده شده باشد هم، ولی یادی پدر و مادر دوری از آغوش گرم آنها گاها دل کوچکشان را به درد می آورد، گاها به دنیای طفلی خود می روند و غم بی پدری و بی مادری دنبالگیرشان می کند و باران سریش کاسه های چشمشان را پر از اشک می کند و پاسخ این همه اندیشه ها تنها تسلای دل است و تقدیر تن دادن. تو را من غم میدادم، مویت سفید نمودم، آنگه من خورد بودم، مرا ببخش پدر. مردی دانا، مردی خانا پدرم، قد بلند و قامت بلند و قبلگاه هم پدرم. تو رفتی از بری من، تو را من یاد کردم، چراغی خاندانم ای پدر جانم، چراغی خاندانم ای پدر جانم. من در مؤسسه اینترنتی ناحیه وخش طولی 6 سال کار میکنم. میشود بعضی طلبه ها که این جیغ میشوند: ای پدر و مادر دور هستند، زیغ میشوند، مراجعت میکنن، میبیاین اینجا ما درد میکنن، اینجا ما درد میکنن. ما همچون فرزند خود او را قبول میکنیم. چه خیلی که با فرزند ما مناسبت میکنیم، همونا هم همچون فرزند خود مناسبت میکنیم قطعشون.
ба меҳрубонӣ, ба дӯстдорӣ, ба хушмуомилагӣ ҳаму дилтӣ мекунем. Бепадарию бемодариро ҳиссиёт накунанд ки мо бепадар бемодарем. Ҳамчун падар модари худшон мо ворам дар оғӯши худ мегирем, саршона сила мекунем. Рафтормона ранг падар модари худшон мекунанд, бепадар модаришона ҳиссиёт накунанд. эҳсоси бемодарӣ беҳад душвор аст. Ҳамчи хел ки худмон эҳсоси бемодариро ҳис мекунем, мо ҳамчун ҳами фарзандора ҳами хел ранги худмон дилтӣ мекунему эҳсоси бемодариро ҳис накунанд. ё тоқа нестанд дар ҳаёт, дилшикаста набошанд дар зиндагӣ. барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани ятимону бепарасторон дар муассиса имкониятҳои зиёде мавҷуд аст. онҳо аз беҳтарин омӯзгорон сабақ мегиранд ва аз мураббияҳои ғамхори худ беҳтарин ҳунарҳоро меомӯзанду ба худ дарси ҳаёт мегиранд. касбу ҳунарҳои ба худашон хосро аз бар мекунанд. мо хонандагони ин муассиса барои ана ҳамин шароитҳо, барои меҳрубониҳои ҷаноби олӣ шуда таҳсили худамонро сайқал дода истодаем. муҳтарам ҷаноби олӣ барои мо тамоми шароитҳоро муҳайё сохт. беҳтарин ҳарфи муҳаббат ватан аст. меҳру ихлосу садоқат ватан аст. шеърбофӣ ҳунаре нест ки нест, сухани аз ҳама қимат ватан аст. шоири шеър сародорон нест, баҳри ӯ кӯшишу заҳмат ватан аст. худ ватан гулшану ховраш накунед, бар ватандор ғанимат ватан аст. гар ватанро ҳама модар хонанд, модари миллат ватан аст. ман аввалан миннатдории хешро шахсан аз номи худам ва кулли хонандагони ин муассиса ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ятимон чунин муассисаи наву замонавиро бо тамоми шарту шароитҳои муосир ба истифода қарор доданд. мо ятимон ҳеҷ гоҳ худро танҳою бекас ҳис намекунем, зеро мо ҳеҷ вақт аз назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дур нестем. дар ҳама иду ҷашнҳо барои мо тӯҳфаҳои идона мефиристанд. дар зимистон бошад ба мо либосҳои гарми зимистона мефиристанд. дар ин муассисаи наве ки барои мо кушодаанд, ҳама гуна шароитро барои мо муҳайё карданд. дар ин ҷо мо бо муаллимон рафторҳои хуб дорем. мо ҳеҷ гоҳ танҳоии худро ҳис намекунем, чунки муаллимон барои мо мисли падару модар мебошанд. барои мо ҷои падару модарро доранд. мо муаллимонамонро хело дӯст медорем. онҳо низ моро дӯст медоранд. бо ҳамсинфонамон дӯстонамон мисли апа ва хоҳар мебошем. қадри якдигарро медонем. мисли як хонаводаи бузург мебошем дар ин муассиса. чун ба як рӯзи ҳаёти онҳо дар ин муассиса ошно мегардӣ, бори дигар ва сидқан бовар ҳосил мекунӣ ки роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат нисбати ятимону бепарасторон бетараф нестанд. ғамхору ғамгусорашон ҳастанд ва барояшон шароити хубу созгореро муайён намуданд ки онҳо метавонанд аз ин имкониятҳо фаровон истифода баранд. ای پیشوا هستی چراغ روزگار، هستی قسم بر جان و دل، بهر یتیمان غمگسار. صداها یتیمی خسته را کرده کلان با روی دست، بعضیش بکشودند پر بر هر طرف چون کبک مست. غیر از یتیمان گشته باز درمانگرا رو دستگیر، هر روز و شب غم میخوری بر حول معیوب و فقیر. استادان با ما درس‌های ایلوگی می‌دهند، رایگان کتاب‌ها رو رایگان دسترس می‌کنیم. همه خواندن ما تنها بر ضمن این همه غمخواری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی خوانده در آینده صاحب کسب گردیده بر وطن و ملت خود صادقانه خدمت کنیم. ما جوانان زاده استقلالیت می‌باشیم. ما شکرانه از آن می‌کنیم
میکنیم که در چنین وطن آباد و زیبا زندگی میکنیم. این همه آبادی و زیبایی این وطن بهشت‌آسای ما محصول دست اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. شکرانه از آن کنیم که سرور داریم، در جاده ننگ و نامی راهبر داریم. ما را نبود درد یتیمی در دل، تا هست وطن به خویش مادر داریم. آنها از این امکانات‌های برایشان مهیا گردیده ثمرناک استفاده می‌برند. لحظه هم وقتی بیکاری ندارند. گروهی به ورزش مشغول است و گروهی دیگر به هم سرگرم بازی‌های شوق‌آور. یکی در تالار کتابخانه مشغول آموزش و دیگر مشغول کسب آموزی. خلاصه آنها بند مشغولیت و یا کاری هستند تا اینکه فکری بیکسی و تنهایی در سرشان نباشد. از وقتی که استادم با خوانندگان بازی میکرد، من از ویها دیدم با من محقول شد. من هم سرگرمی این بازی شدم. در مسابقه جمهوری سزاوار جای یکم گشتم. سال 2023 باز در مسابقه ولایتی سزاوار جای دوم گشتم. نیت دارم در آینده در سطح جمهوری و دیگر دولت‌ها رفته تاجیکستان خود را در رشته همین شمشیربازی معرفی نمایم. من طوری 3 سال می شود که در این رشته ورزشگری مشق و تمرین می کنم. در طول این 3 سال من رفته در مسابقه جمهوری و ولایت جایهای نمایان را گرفتم و امسال در مسابقه جمهوری جای سزاوار جایهای یکم گشتم و من در آینده می خواهم که در سطح بین المللی رفته جمهوری تاجیکستان را در این سطح ورزشگری نشان داده پرچمدار دولت باشم. ایام جوانی و نورسی آنها در آغوش گرم مهربان وطن خوش و گوارا سپری می گردد. غمخوار و غمگسار آنها پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که پدروار سر آنها را سیله می کند، پدروار به آغوششان می گیرد و پیوسته برای آیندهشان اندیشه می کند. این طفلکان خود این محبت و صمیمیت پدر بزرگوارشان را احساس می کنند و هیچگاه در چارسوی حیات خود را یکی و تنها حس نمی کنند. بهتر از 100 پدری اصلگه مونس و غمبر و غمخوار بود. بهتر از 100 پدری اصلگه و تو از دورگه از نزدیک همه عمر مددگار بود. آنکه این گونه پدر بر سر اوست، بخت یک عمر ورا یار بود. بیشمارند در این خاک یتیمان، اما بینشان نیست یگان بی پدر شکر خدا. سروری ما پدری ماست، سروری ما پدری تاجوری ماست. سروری ما پدری ما، سروری ما پدری ماست.